گیلک اگر دیگه تو رو می چهار دوبر زمینا و چهار دوبر باغچه خو بدیدم بگو خو من کی معتادم من کی معتادم هم هستی و جوونی عمرمو دادم من کی معتادم رفیقا آی رفیقا رفیقا آی رفیقا منو آینه عبرت بخونیم گوش بدیم برف من همت و غیرت بخونیم ناله شبانه قوقای منه گوشه خرابه ها جای منه غم دنیا مال من فقیر اقبال من که معتادم من که معتادم رفیقا آی رفیقا رفیقا های رفیقا زندگیم شده تبا زن و بچم از من گشته جدا ناله شبانه غوغای منه گوشه خرابه ها جای منه ناله شبانه غوغای منه گوشه خرابه ها جای منه خدا تو در و در کنه هر که من به زیالت رسون خاک به زر شی دیگه در و در شی کندانه میه بیا 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 صبر کن بیا 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 صبر کن این از کجا آوردی؟ ای آه این مرتگه که با من بدن گو آتش که بخور مرتکک گیر به تو بداد که آتش کو بخو این خبر داری که چی کار انجام بده تمام همین زمین ها که هست همه گلمی کار همی انجام بده خبر هست یا نه این زنجیر ماله همین نباشه هیچ همین زمین ها گورنده نمیشه مالا کرده نمیشه ایشته نفری بود گیر به تو بداد رسید تو از کجا هستی غالی بارا
او بغلی بالایی میگم تکو تارمه راست تو خود بگو کی از کجا بری تا تو غرض نگرفتم برای بغل این دیوار پرسه بود من گفتم شاید پرسه باشه پرسه به وردشون پرسه چی فهمید ما آتش میخرم این میشه این مواد میدم و من نمیدم و سر از این زمین ها هر چیزی پرتوه ماله پرتوه کنده گورینی پرتوه زنجیر ماله پرتوه جوق پرتوه کلگی به می راه پرتوه رنگا که شما بخواد که شما نیم کمی مردم در و در کردین تمام همسایار شما به هم انداختیم این میگه از ما مال مرجوندی و میگه از ما مال مرجوندی تو از اون خلی بالا پیدا شدی بیامدی اولی میگی نفر به ما بده که برو آتش کو حالا با میگی من اینو بردش تو میبرم خود آتش میکنم مواد به من نمیدم دیگه تو به می کنارگوشا نبینم تو به همین جو لغت میکنم برو دیگه برو برو تمام مردم شما در و در کردید تو سکود همال همین 2000 روپیه مال قیمت از اینه این مرتکب تو مفت میداده تا امیر برای تیار کنم مال در از کار مرتکب افتکه این تا روز نیه که از این سهرها یک چیزی گم نشه ما به دل خو میگم شاید و همسایه پهلو ما برده باشیم به دل خو میگم شاید ما برده باشیم یک دیگه میگه شاید یک دیگه برده باشه همینا هم که میام تا کارا میکنم این میبرم من بخلاص یا به خاطش میکنم یا امیر به 200 روپیه میفروشم همین مال 2000 روپیه قیمت از اینه امیر که تا تیار کنی خود همین زنجیره از 2000 روپیه میشه خدا شما رو گم کنه در و در کنه که شما رو دیگه نبینم انال معلوم نیه کی معتاد می زنجیر ماله را از هر کدو زمین از کدو پلواش کی پرتو بوده ور دستبی آورده اما معلوم نیه که کدو مسلمان خواهد باشه ای رنگا که از اینا بخاک شه همین مردم که اینا به هم انداختم اینا به هم انداختم ان 2000 پر حالا میبره به 200 روپیه میفروشه به خاطر یک دونگی که کله خورگرم کنه خدا شما رو در و در کنه که مردم شما در و در کردین باز این که مردم از کاروبار شما انداختین زندگی شما رو خدا خراب کنه بخیر چکه چه کار میکنی؟ بیا اینجی بیا اینجا تو کار دارم بیا تو کار دارم بیا نمیزنم بیا تیز بیا دیگه اینجا بشی تو کار دارم با سر کلت پیدا شدی بعد ایلا سیکو خو کچ بشی راست بگو بفهمیدی امیت راست خور میگی و تو پینجای پول هم میدم اتاوی خونگک بخچگک ما اوهو هستی؟ میشنم خود نکو عباس من خماره خب با من چی کاره که خماره به من گیر میدی خمار بابا چی میگی بابا خماریتی چی کار دارم حتی هم خونگک بخچگک ما کنده گرونی گم شده راست خبو که به تو پینجای پول هم میدم که تو وردشتی به کس مسی دادی یا نه ای سرخیو بفر کجایی تو؟ میکم از این موتر تو بزنم نه خمار خماره خواهدی من گپ بزنم خماریتی چی کار دارم؟ خبر ندارم ما به چی بده من گورنی من گور دارم من کنده گرونی حتی همین خونگک به کس مسی دادی تو داری واسه ما بوده راست خود بگو تو وردشتی به کس مسی دادی به تو سدی پولی هم میده مانه بگو دیگه من گور میرندم دیگه غیر از تو کلا گنده پس کی بیای دزدی میکنه خود تو متعادی که دزدی میکنی دیگه من گور نیم من گور نیم گور میبرم
گوینی و گورونی نیو تو خود تا مکم زدن خب میفهمی که چی میگی بابا ما دسته جلم درد میکنم بس من خمارم تو به من چی میگی از اینکه یک دایی به من بده عباس بگیرم برو بدادم آره دایی رم بگیری فکر دایی بودن 2 دفعه میشه تو به خدا سعی کن من چی کار میکنم سعی کن تو بیان میگیری میگه به دیزی اینا دیزی عباس اینا دیزی کن نیه نگانه دیگه سعی کن اینا دیزیه اینا رو با کجا بردیشتی بوجوندی نه جون من سلمانا بدادم همه بله تو نمیجونی اینا دیزیه بگو یادتونه که پیار تو با هم مردم روشن نکرد هم مردم مخسره میکرد من به پیار خوشی دارم من رفیق ناجا همین تکا به مردم میخندید یادتونه که اون 1 سال پیش تو میفتون گیلک سیگار نکش که او خراب میشی گیلک خراب میشی امان فیصله شدی گیلک برفتی گیلک وخی ای گیلک چه کار میکنی؟ ور ندیشی تو نه سرک بشم تو کار دارم یک کلمه گپ دارم گیلک اگر دیگه تو رو می 4 دوبر زمینا و 4 دوبر باغچه خو بدیدم بگو خو ما خود دیوالم یا خود همین زمینا حال تو از این بدتر حال تو از این بدتر خودی رفیقا نهار ششتی خودی رفیقا بعد ششتی پیار تو مردم مخصرا میکرد میخنی لعنه بچه و سایکو چی تیار شده سایکو چی میگم بابا گپ من گوش کرد علیا گناه داری من گناه دارم من غریبی و من شما سلامی نمیکنم گناه داری من تاخر آمایا چرا بنویسیدی تو همسایی ما بدی سایکو چی میگم اگر دیگه تو با می 4 دوبر زمینه و 4 دوبر باغچه خو بدیدم گیلا سایکو چی میگم خودی همین سرکلی افرنگ تو تامیجی لغت میکنم حالا کم بکن که باد بیای بله من گناه دارم من بنیزم بنویسیدی ای بر نه همین کندی گوری تو جوندی نمیایم برو تیکو خور ای ایکو 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 تو دیگه ای بر ببینم من کندی گوری که بوجوندی دل من دل تو همه نمیسته کال من دل من تو بسوزه برفو هم واشه کمکی هذا والله هاي برفور میشکنم هاي برفور میشکنم درسته اوه یاره بابا وامشو بیان به سلام خب یاره کمک اینا باشه آوار کمک بریم بابا مونده شدم بابا ها میگم بس تکیم شما هم یک چیزی ما به شما بگم بگی همین آخر عاقبت همین خوار ما و همین دومات میگی لک چه کار میشه دیگه بابا بگو چه کار کنم بالا ازو چی فکر کنم بالا ازو آخه بابا اگه شما به فکر گیلک نیم به فکر دختر خو باشیم به فکر خوار ما باشیم که زندگی و خودی 4 تا 5 تا بچه تباه شده یا چه کار کنم آخه بابا آخه خبر دارن که چند سال دومات ما خیابونی شده کارتون خواب شده نون خوردن خوار ما نداره آخه زمستونه شما یک ذره فکر کنیم ما و شما به خونه ها گرم کرسی انداخته خیلی یا شیشتین بازم خنک میخوریم وای بزو سیاست به خودی 3 تا 4 تا بچه خونه که مثل زندون آخه اینا هم هدف مادرتونه روز اول گفتم به بچه نمیدیم امی دختر به بچه نمیدیم گفت نه خوب بچیه امی تو سیکو آخه مادر ما شما هم سال به 12 ما ریگه بشه زندون شما بیایم میگین گناه مادرتونه آخه امی گیلک و از روز اول امی تو معتاد نبود مثل گل وری پاک بود خو یعنی مال چیکار کنم تو گروه بنده است من چیکار کنم آخه بابا 1000 تا کمپ به تا امی شهر ببریم امی کمپای ترک دیم
آخه به فکر ما و شما مجبوریم به خاطر شما، به خاطر دختر که ما به خاطر خواهر خو به فکر باشیم. اگر نمیگیم برو خدا یار جان تو باشه هر کار می بکو، لغت هم انور میزنیم که تاره منتها مجبوریم میگه ساعت تبر ما نمد داره، مجبوریم به خاطر خواهر خو تحمل کنیم، مجبوریم به خاطر خواهر خود بکشونیم، از این راه کش کنیم بیری کنیم. آخه این حال غرق شده. شما هم فکر نمیکنین بابا که همین دختر من خودی 100 تا 4 تا بچه آینده از این بچه ها از این چه کار میشه؟ راست میگی. باور کنیم من دیرو برفتم به خونه خواهر که خبر گیرم از اصلا همی گلوم همی تا قود که هر چه گپ میزد من چوب بودم قیق اثر نماز کنده شه که این خواهر ما که به خونه ما به کیک و کلوچه کنون شده این بزی خونه از این به دری پزاره. به خدا قسم بابا دل سنگا به های خواهر ما به گریه میشه. آخی رمضان جای بلدی که کجاه؟ نه بابا من چی جای بلدم؟ او به دو شب سه شب یک هفته میگه به خونه نمیایه، میایه هم همیتا چیز گوشنه و توشنی همیتا میفته که برای آخه. پس برای خرابا بگردیم برای پیدا کنیم دیگه چیکار کنیم؟ بابا شما یک کار کنیم میریم خواهر مرور میداریم میاریم رادیو هم سرکلی و پیدا میشه میفهمه میره به سرا میبینه نیه میفهمه که بیا آمدیم به رادیو ببردیم میایه بابا اینجا رول میداریم میبریم ترک میدیم. اول بریم خواهر مرور داریم شما با مو زندگی و خونه و زندگی از میریم بدیدیم. خب بگی بیل بار اگوزی سر که میبرم برات یک سر فکر کنیم آخی اولاد شمانه بابا همو و گیله کم اولاد شمانه حالی خواه همی تا بیاقلی کرده همی با مو خط برفته ما و شما مگر دست دیر بگیریم این بالا کشیم. بچه جان تو من بفهموندی انال میرو که دختر خورم بیارم دومات خورم پیدا می. بابا اگه خودی بود گیلک آماده بود به سرا به من یک زنگ بزنیم میای خودی شما بوره میته خفه چوبی برمیدانه که خودی نفهم میبریم به کم میبریم. خوبه بفهمیدیم؟ خوبه اگه نبود خواهر ما برداریم بیاریم. خوبه وای 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 به خدا قسم نیه ما به خونه خواهر خورفتم دیرو ایت دل محل ماست پترقه وای دل خواهر ما خودی از این 100 تا 4 تا بچی خود خدای پاک همین شخصی که ایت آدمار به زیر راه معتدی کش میکنه که در به در کنه خاک به سر کنه که زندگی یک جوان خودی فامیلی رو تباه میکنه.